در این ویدیو با لیستی از کیک های متنوع آشنا میشید تا در مهمانی هاتون به راحتی به جای خرید کیک انواع کیک رو درست کنید. معمولاً با یه بار درست کردن هر کیک میتونید به سادگی شیوه تهیه انواع کیک رو یاد بگیرید. لامینگتون، یک کیک خوشمزه که با مواد ساده تهیه میشه. بین کیک رو با مارمالاد فیلینگ میکنن و دور اون رو با سس شکلاتی و نارگیل کاور میکنن. این کیک با ظاهر شیک و وسوسه برانگیزی که داره میتونه بهترین دسر در مراسم ها باشه. باتنبل، یک کیک اسفندی سبکه که متعلق به کشور انگلیسه. این کیک در دو رنگ ساده و صورتی به صورت جداگونه پخته میشه. بعد با مربا به هم وصل میشن و حالتی شطرنجی به کیک میدن. سپس با یک لایه خمیر بادام یا خمیر مارسیپان پوشونده میشه. براونی، یک کیک سنگین و بسیار خوشمزه است که اغلب گرم سرو میشه. براونی آمیزه‌ای از شیرینی و شکلاته. این کیک دارای سطحی ترد و براق و درون کیک پوششی نرمی از ترکیب کره و شکلات داره. براونی به صورت تخت و 4 گوش قالب زده میشه و از لحاظ شکل و طعم باف چیزی ما بین کیک و بیسکویته. در ترکیب اون از مغز خشکبار مانند گردو یا پسته یا از خامه فرم گرفته یا چیپس شکلات استفاده میشه. رد ولوت، نوعی کیک به رنگ قرمزه که بافتی نرم و مخملی داره. معمولاً این رنگ قرمز رو با استفاده از چغندر قند یا رنگ خوراکی به دست میارن و معمولاً 2 طعم وانیلی و کاکائو داره. ما بین لایه های کیک رو میتونید از کرم پنیری یا کرم کره‌ای استفاده کنید. آلاسکای تنوری، این کیک کلاسیک از یک پایه کیک اسفنجی تشکیل شده که روی اون رو بستنی قرار میدن. سپس کل ترکیب در مرنگ پوشونده میشه. مرنگ محصولی از به هم زدن سفیده تخم مرغ و شکره. چیزکیک آمریکایی، یکی از انواع دسرهای ساده و خوشمزه آمریکایی که با طعم‌های متنوعی درست میشه. این خوراکی در تمام دنیا محبوبیت داره و با ذائقه اکثر مردم سازگاره. ماده اصلی این دسر رو پنیر تشکیل میده. چیزکیک بافت نرم و خوشمزه‌ای داره و میتونید به عنوان دسر در مهمانی‌ها اون رو سرو کنید. ترامیسو، یکی از محبوب ترین دسرهای ایتالیاییه که مدتی در ایران هم طرفداران زیادی پیدا کرده. برای تهیه این کیک فوق‌العاده خوش‌طعم از یک لایه بیسکویت آغشته به قهوه و لایه‌ای از مخلوط خامه پنیر خامه‌ای، زرده تخم مرغ و شکر استفاده میشه. پاولووا، یک دسر فوق‌العاده خوش عطر و خوش‌طعم که از گذشته‌های دور در کشور نیوزلند و استرالیا تهیه میشه. این دسر بافت نرم، سبک و کاور ترد و کرانچی داره. سفیده تخم مرغ یکی از مواد اصلی این دسر محسوب میشه. دسر پاولووا بسیار خوشمزه است و به دلیل ظاهر زیبایی که داره در جشن‌های خاص و مراسم عروسی سرو میشه. این دسر از رقص باله الهام گرفته و سعی شده حرکات زیبای باله در ظاهر این دسر هم نمایان باشه. اولین دسر پاولووا با تزیین توت فرنگی ساخته شده و به عنوان طرز تهیه اصلی این دسر به حساب میاد. ترس لچز، نوعی کیک اسفنجی که بهش کیک 3 شیر هم گفته میشه، به خاطر اینکه از ترکیب 3 شیر معمولی تبخیر شده و شیر عسلی تهیه میشه. بعد از تهیه برای تزیین کردنش از لایه‌های خامه و توت فرنگی استفاده میشه. این کیک از بهترین کیک‌های دنیاه که در کشورهایی مثل ترکیه، برزیل، اسپانیا و ایتالیا تهیه میشه. بلک فارست یا جنگل سیاه، یک کیک خوشمزه آلمانیه که اتفاقاً به ذائقه ما ایرانیان خوش میاد. این کیک با ظاهری فوق‌العاده وسوسه برانگیز تونسته در لیست بهترین کیک‌های دنیا قرار بگیره. این کیک معمولاً از چند لایه کیک اسفنجی تهیه میشه که دارای بافت‌های شکلاتیه. این لایه‌های شکلاتی معمولاً با خامه خوشمزه‌ای پوشونده میشه. از طرفی کیک پزان آلمانی معمولاً از گیلاس و شکلات برای پر کردن لایه‌های کیک جنگل سیاه استفاده میکنن. تا حالا کدوم یک از این کیک‌های خوشمزه رو درست کردید؟ حتما از تجربیاتتون بگید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید.